مگه ابو جعفر از خنده به پشت زد. و گفت که تو گفت ربیعی، تو گفت ابو حنیفه نمیتونه، تو گفت بقبل. ابو جعفر منصور باز خلیفه عباسی انسان خیلی در حقیقت در تاریخ خیلی ایزی انگشت خوش گذاشته رفته است که تاریخ خیلی از داستان‌های او از مردانگی و جوانمردی او پر است. گرچه که گاهی میشد که به بعضی علما ظلم میکرد، مثل ابو حنیفه که بسیار زندان کرد و نابود کرد. نقل میکنن که ربیع ابن یونس یاردمچی همین که ابو جعفر منصور نسبت ابو حنیفه بدبینی داشت. بعد برای خاطر که امام نزدی باید خجالت زده کند و حساب امام از چشم ابو جعفر اندازد، گفت ابو حنیفه یک سوال من جواب بده. گاهی خلیفه برای من دستورهای میتد، امر و فرمان میتد که من نمیدونم، گفت یک ورقی باید میگم باید اجرا کنم. خب چیکار کنم؟ بگید اجرا کنم اجرا نکنم. مثلا اگه امام گوید که ها، میگه تو چه خیلی فتوا میتوی درنی اون نامه معلوم نیست که چی است. اگر نگه این طرف خلیفه است، چه خیلی خلیفه تو میگه رد میکنه. و ابو حنیفه برون که گشت خودش نزد ابو جعفر شرمنده کنه، میگن که ربیع ابن یونس به فکر تو دستور و فرمانایی که خلیفه میدهد و در اون اطاعت از خدای و رسول است یا اینکه برخلاف خدای و رسول است؟ میگه نه، اطاعت با خدای و رسول است. خلیفه یعنی که امر خدای و رسول میگه برام. خیلی میشه برای چی از من میپرسید؟ مدام دونه که وای تو به راه راست چی میکنه، چرا از من میپرسید؟ میگه ابو جعفر از خنده به پشت زد. میگه با گفت که تو گفت ربیعی، تو گفت ابو حنیفه نمیتونه، تو گفت بقبل. یعنی اینجا زیرکی و چیزی امام ابو حنیفه بینه که و با این سال میخواست امام ابو حنیفه رو همچون مخالفی ابو جعفر جلوه داد که امام ابو حنیفه گشته بود چی کنه، تو به همون طرف خودش خوندن که تو خدا همه خیلی انسان است که با یک مجلس دیگه میشد. اینم دوم قصه است، میشد به همین چکنیم همین ربیع ابن یونس. خب با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که ابو جعفر این ابو حنیفه فتواش زیدی فتوای بابای تو است. یعنی بابای این عبدالله ابن عباس از صحابی بزرگ مفسر قرآن. ابو جعفر نبیره ابن عباس بود، نه واسهاشون، نه نسلمون. با ابو جعفر گفت چه خیل؟ گفت بابای تو در قسم استثناء رو اجازه میداد، ابو حنیفه استثناء رو اجازه نمیداد. این معنیش چی است؟ اینکه قسم استثناء در قسم است که آدم یک قسم میخورد، بعد از اونجا قسم خوری که بیرون میبرید و میگه که ان شاء الله ما هم کارو میکنم، ان شاء الله همین استثناء است. یعنی با همون قسم خودش از قسم چی میکند، سبکدوش میکند به اصطلاح. امام اعظم این جایز نمیدونن. اگر تو ان شاء الله گفتنی باشه در همون مجلسی ششتگی تیم باید هم چک اپ بزنیم، بیرون برومده نه. ابن عباس میگفت که بیرون برومده مثلا انسان چی کنه میشه. اكو با همین میخواست که باز امام ابو حنیفه چی همچون گفت که این زیدی بابای تو هست، این دیگر حق فتوا ندارد در کوفه. باز امام اعظم امام ابو حنیفه باز چه کردن؟ با همون زیرکی خودشون گفتن هم مرده که باز شرمنده کردن ربیع ابن یونس. گفتن که ابو جعفر گفتن امیرالمؤمنین این ربیع ابن یونس لشکری های ضد شما شوروندنی است. ابو جعفر گفت چه خیل؟ این ربیع ابن یونس معنای گپش این است که لشکر وزیر دفاع و وزیر داخله فلانی میآید پیش شما قسم بخورد که من اطاعت تو رو میکنم ای خلیفه مؤمنان. از پیش تو میبرید و میگه که ان شاء الله. بازم میگه ابو جعفر چنو خندید که دیگر ربیع جای شیش نیافت از چیز غمگینی. بنابراین خدا رحمت کند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی به مزیرکای خودشون از همین وضع این ناهنجار خودشون بالا بیرون میکشتن، چون که ابو جعفر هم اینقدر خوشبین نبود نسبت امام که من دیدم که در آخر زندان کرد و دیگر در زندان امام فوتیدن. خدا رحمت کنه.